خب بچه‌ها خیلی خیلی خوش اومدین به یک ویدیوی دیگه از سم ایکس کینگ. خب بچه‌ها توی این ویدیو ما اومدیم یه چیز خفن داشته باشیم که یه بازی جدید قراره داشته باشیم. اسم بازی هم The Long Drive که نسخه پیسیش هم انشالله به زودی میریم. و قبل اینکه به سراغ ویدیو یادتون نره که چنل ما رو ساب کنید، لایک و کامنت و ساب فراموش نشه، زنگوله بغلش هم بذارید رو حالت آل که ما هر ویدیویی گذاشتیم یوتیوب سریع به شما خبر بده و اولین نفری باشید که این ویدیو رو میبینید. بی معطلی فقط بریم سراغ ویدیو. Let's do this. خب پلی داره، نیو گیم داره، آنلاین داره، کانتینیو داره. به نظرم کانتینیو رو بریم. ها کانتینیو what؟ بچه ما کلا از بازی پردیم بیرون. به نظرم همون نیو گیم رو بریم ببینیم چه شکلیه این بازی. اوکی رفتیم تو بازی. خب let's go. او اینجوریه. آها رفت جاش. آها صندوق عقب ماشینه. اوکی اینجام گاراژمونه. اوکی بازیش داره حال میده. let's go. اینم کاپوتش لا بود. آره اینم صندلی شاگرده. در شاگرد. آها اینا چیان؟ اینم لاستیکه لا بود. آره دیگه لاستیکه باید وصل کنیم اینجا. آها بابا چقدر بچه آسون بازی، چقدر هم خفنه. اسم بازی هم بچه The Long Drive، حتما پیشنهاد میکنم، خیلی بازی خفنیه دیگه. تو بازار اینا سرچ کنیم میاد دیگه. اوکی آها بچه یادتون نره چنل ما رو ساب کنید. عشقید چرا تو قلبم. خیلی خب حالا با این پاک میکنیم. آره زنگاشو پاک میکنیم، زنگ زده مثلا. اوکی پاک میکنیم. اگه بچه لایک ها برسه به لایک ها کم میگیرم مثلا 10 تا، خیلی کمه بچه حتما برسونید. اگه لایک های این ویدیو رو برسه به 10 تا من پارت بعدی اینو میذارم و انگار بچه ماشینا رو باید باز کنیم. یعنی مثلا ماشینا لول بندی داره، هر ماشینی لول خودش رو داره و کلا بازی آرامش بخش و باحالیه برای سرگرمی، خیلی خوبه، پیشنهادم کردم دیگه. خب اینم یا موتورشه یا نمیدونم نمیدونم چیشه. کاپوتو. آها آره اینجا خالیه، فکر کنم باید اینو برداریم بذاریم اینجا. اوه صدا رو ببرم بالا بچه ها. آها خب کاپوت ها میبندیم. در فکر کنم در اینجا رو باید باز کنیم. آها دقیقا. حالا چیکار میکنیم؟ سوار ماشین میشیم. چرا من در رو میکنم؟ سوار ماشین میشیم اینجوری. آره آها لحظه لک شد بچه. من صدا رو تا ته میبرم بالا که شما راحت باشید. آها ببخشید اشتباه کردم، بعد صدا پایین بود. خب بچه ها بریم که داشته باشیم. دنده عقب میگیریم. اوه چه خفن. خب بچه این خونه رو بعدا لوت میکنیم. اوکی سوم شخص هم فکرم داشته باشه که آره. چه لگیه حاجی، چه لگیه. Let's do this. همون اول شخص خوبه. خب اوه این ور اون ورم میشه دید مثل جی تی ای. خب اوکی میریم جلو. چه چیزی در انتظار ماست. یه لوت کنیم اینجا رو. Don't forget to turn off the engine. You might run out of gas. میگه یادت نره که موتور رو خاموش کنی ماشین تو، وگرنه گازت یا همون بنزین، حالا هرچی که سوخت ماشینت خلاصه تموم میشه.
و دیگه میمونی بدون ماشین دیگه، چون که دیگه حرکت نمیکنه. باکش اینجاست. او چه باحال، مثلا بنزینینام داره. و تمام شد چی میشه؟ آها میفته پایین. این چیه این بوته؟ خب بچه اون نوار سبز بالا رو میبینید؟ اون غذامه، نوار غذامه. پایینش که آبی آسمونیه اون فکر کنم تشنگیمه. این هم یه کمپوت آناناس چیزیه، اگه بخورمش آره تشنگیم رفت میشه. غذامم چون که کامله دیگه تأثیری نداره. بچه اگه نتینا درست بشه من براتون روبلاکس هم میرم حتما، اصلا نگران نباشید، حتما اونا رو میرم دیگه. بازی محبوبمونه دیگه. کلا یه پلیلیست 1000 ویدیویی 1000 ویدیوه براتون آماده میکنم برای همین روبلاکسینا. خیالتون تخت. اوکی دیگه ببینیم چه خبر اینجا. نردبون داره. بالا نمیتونم برم. چراشم خودمم نمیدونم. اینجا چی؟ اوه یه لاستیک داریم. لاستیک رو بچه فعلا نمیذارم، چون که میذارم تو صندوق عقب. اوکی اینو بذاریم اینجا. باز میکنیم در رو. بردارین و بذار اینجا. حالا در رو ببند. آها عالی، چه صندوقی شد. خب حالا بابا من چرا در رو میکنم؟ اینو باز میکنیم، سوار ماشین میشیم. آها بچه حتما باید ماشین رو روشن کنیم تا بتونیم حرکت کنیم. Let's go. بچه من صدا رو خیلی آب میارم با آوردم پایین، به شما اذیت نشید. اون بالا بچه نوار تشنگی مغذام هم چیزو کیلومتر رو نوشته. چی؟ کامرا کال بریک. چی؟ آگهی فکر کنم خواست بده. بچه فقط برای لگ من رو ببخشید دیگه، خیلی بازیش بکنم مپش گنده باشه، چون که من با بالا آوردم. ولی وایب باحالی هم داره بچه بازیش، مکانیناش خیلی وایب باحالی داره. که اینجا مکانش رو یه جوری درست کردن که مثلا به بازی بخونه. The Long Drive. اینجا هم بریم یه لوت مشتی بزنیم ببینیم چی در انتظاره. بچه فقط تو کامنت ها به من بگید هیولای چیزی نداره، مثلا بازی باس فایتی چیزی. البته با این سرعت لگ و اف پی اس اینا بعید بدونم این باس رو بتونیم بزنیم. بازی نشستن داره، دویدن داره، پریدن هم داره. اوکی صحیح. بلند میشیم. یه ماشین هم اونجاست. اوکی کمپوت نمیدونم ادویم هرچی میخورمش، هرچی که میبینم بچه میخورم دیگه، چون که مثلا نوارین پرشه فکر کنم بمیرم. مثلا ماینکرافت ایناست دیگه. بچه ماینکرافت هم سری براتون میذارم، البته اگه نتینا درست شه آنلاینش هم بچه میریم با مثلا بدوارز هم میریم، چه میدونم کلی چیز میریم. خب اونو میندازم بچه پایین چون که لازممونه. اینم که باید بخوریم. فکر کنم از این غلط بود. اوه افتادم پایین. اینو بچه فعلا استفاده نمی کنم چون که چیزه، چون که فعلا بنزینم اوکیه وضعیتش، نگه میدارم برای روز مبادا. بردار. خب بچه دیدین همینجوری کانتینیو بازی داره، بازی کانتینیو هم داره. خب بچه فکر کنم تا اینجا بازی کافی باشه. اینم از این. خب بچه مرسی که این ویدیو رو دیدید. تو پارت بعدیش بچه الان تو این پارت زیر کامنت ویدیو ها بنویسید که پارت بعدی رو زودتر بذار، بنویسید پارت بعدی و لایک هم برسونید بالای 10 تا، خیلی کمه دیگه خدای برسونید.
که برسه من پارت بعدی همینم میذارم. همینطور که دیدید کانتینیو بازی داره، کانتینیوشو میذارم، ادامهشون کانتینیو همون ادامه دیگه. و تو کامنت هم بگید که اوکی دارم پیش میرم، یعنی راهو و همین. خب بچه ها مرسی که این ویدیو رو دیدید. منتظر پارت بعدی باشید تا ویدیوهای بعد از سم ایکس کینگ. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. تا ویدیوهای بعد، بدرود.